روایتی میفرماد قریب ترین انسان محتضر، آدمو دورش هم جمع شدن، این توی یه وادی اینو توی وادی. اون لحظه در روایت هست امام صادق به عقبه فرمود که پیغمبر امیرالمومنین وارد میشن، پیغمبر میره سرش به دامن میگیره، امیرالمومنین به حرمت پیغمبر میاد پایین پاش وای میسته. مؤمنم اینو سخت داشته که پاش به سمت امیرالمومنینه، ولی دیگه حالی نداره که دست و پاشو تکون بده. پیغمبر اکرم میفرماد خوفی دیگه بر تو نیست، ما اومدیم ابشر، بشارت باد به تو، ایمان تو رو پذیرفتیم. بعد بلند میشه، امیرالمومنین سرش رو دامن میگیره، میفرماد انا علی ابن ابی طالب. خیلی زیبا گفت الذی کنت تحبه، اون علی که اسمش می اومد دلت غنج میرفت منم. دیگه باقی کارات با منه. خوف نداشته باش، روع نداشته باش، ترس نداشته باش. پروندت کم بود داره من جبران میکنم، نقص داری من پر میکنم، ظرف تو پر میکنم. یه عزیزی از دنیا رفته بود، بهش گفته بودن که شما اهل بیتو دیدی؟ گفته بود چند بار. روایت هم همینو میگه، هر وقتی که احساس خوف کردم اومدن سر منو گرفتن، به من آرامش دادن.